برآمده میتوانی. یاسومن من تویت تیار باشد به تنور گذاریم. یاسومن 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 این وقت حکم نسبهم آرام است. یاسومن میدونی حاضر در درس با هم کورسانا مشورت گذارنده ایستاده‌ایم. بعد ختم میخواهیم یکان شب نشینی خوبی رو با هم کورسانا بگذرانیم. خیلی خوب. من هم بسیار میخواستم که اونجا باشم شمسی. یاسومن قهرت نباید. پدرت حق است. در کرسی 3 دانشگاه رو پرتافتن این بیعقلی است. با فکر من باید با موسیقی میدونی من برمیگردم ولیکن با شعبه موسیقی کلاسیکی نه، بلکه با یگون شعبه دیگر میسپارم. یعنی چی خیلی؟ چی شد؟ چرا خنده میکنی؟ تو خمیر کردی؟ تازه شد؟ پدرم من تو خوز برای همین با هم کمک کرده خمیر رو من تیار کردم. خدایا میدونی برای من چی تیار کن؟ یکون خوراک با لذت. من روم اکنون. پدرم خواطر می شود. یاسومن فراموش کردم که این رو به تو دهم. دیدی وقتی که تو رو میبینم همه چیز رو فراموش میکنم. این چیست؟ خودت کشوده میبینی یاسومن. فهمیدم. تو جسارت پیدا کرده که اون چیزی که در دلت است نوشته به من دهی. به فکرم جسارت پیدا کردم. تو بستید. عشق ثروت است، ثروت بی‌بها، ثروتی که در صندوق دل جای گرفته است. تو صاحب این ثروتی. این ثروت مال تو است. با من بمان. تو رو دوست دارم. نمیخواهم از هم جدا باشیم. من هم دوست می‌دارم. بی تو حتی نفس گرفتم. نمیخواهم. آفرین رفیقا، همه‌تون خیلی خوب نواختید. شد امروز همین قدرش کافی است. خیلی خوب نواخت شمسی. ای بیامان وای من نکن. با این نواختنت همه را قایل کردی. از حد گذراندی. با کمک شما البته. خیر من رفتم. تو بازدید. تو بازدید. شمسی. وای
با فکرم من چند مرتبه نوتر و نادرست گرفتم. من اهمیت ندادم. برای خوب اجرا کردنم با فکرم باید کمی با تو مشق کردنم لازم. عزیزم خوبش در این موضوع با استاد نجاتی گپ زنی میلش. با فکرم او بهتر میفهمد. خیر من رفتم. شمسی با من قوانو شده نمیخواهی؟ حاضر کار دارم. یکم وقت دیگر. وعده میدهم. میلش تو بزدید. پس یاسمان دویده گشته است. بدونم نزد یاسمان میرود. من تو رو نمیفهمم. چی تو حالا هم از او میداری؟ بله دارم. پدر جون برایتان قهوه تیار کرده چی بودم. حالا هم تیار نکرده دخترم؟ آمدم ای خدا کجا سر و سیمه حاضر آمدم صبر کن. اوه آمدم. انا من آمدم. اوه فهریه هر باری که آمدی همین زنگ رو آهسته تر زنی نمیشودم. خوش آمدم خالای گلتن. یاسمان در کجاست؟ سحری بر وقت دل و شخشخه به خانه مادر اومد. تو دختر اینداپور رو از کجا پیدا میکنی؟ تصور کن در نزدی ساحل نهاری کردم، شب در کشتی خوراکشان خوردم. انشالله یکون وقت من خیلی میشود. آمین. آمین؟ هر فکری که به سرتان آمد آمین گفتن گیرد. یاسمان خبری در مجله چاپ شده رو دیدی؟ ندیدم. بیا با اونجا بذاریم. با اینجا بیا. سلام اما کیفایز. خوش آمده فخریه. خوش باشید. مجید ارجاغلو پس از به وطن برگشتنش با خانم چپکین کبان معامله خوب نکرده است. بعدی از امریکا از تحصیل برگشتنش به مغازه رفته است. در آنجا با یک زن دیگر با نام پلین کنجل خانم زیبا برخورد است. مجید ارجاغلو با آن خانم همان شب در طرفخانه وقتشان را خوش گذراندند. پس از آنجا برآمدند به دستی روزنامه‌نگاران افتیدند اما نگریختند. وای لباسش چقدر خوش روی است این طور. بله برای چی پلین کنجل میگویند این دخترها؟ یعنی یاسمان بین این دختر با کی واخورده است؟ کدام پای از حالتان رو میپوشید خانم پیلی؟ خودم انتخاب میکنم شما روید. میلش. خبر رو دیدی که نه؟ نه مادر جون. مادر جون دیدم میخواهم. مادر جون خودش چی گفت؟ مادر جون کنی با من بیه؟ مجید و پیلیم رو در مجله نشر نمودن چیزی مهمی نیست. بله مادر جون روز بخیر. روز بخیر جان. تشکر مادر جون. هیچ گپ نه دخترم. من از شما خبرهای خیلی خوبی رو انتظارم. انشالله مادر جون. خیر من میروم. نهاری نکرده با کجا؟ من نزدی مجید به سرم یک فکر خوب اومد. به نزدش رفتنم در کن. یگان چیز خریدم میخورم. گل رو پلی چی کار کردی؟ با مجید سلام رسون پلیم جون. اینش از اینش یگان فرق ندارد. ای فخریه بس کن چی اومید؟ اما کیفایز بگوید که پدری پلین و مادری یاسمان در حقیقت برادر و خواهر هستند. براری کرجانه شب دیر به خانه می آید. میلش. پدر جان
امروز با همراهی دوگانه‌هایم به محله یاسمن میرویم. میخوام از احوال او خبر گیرم، با او قهوه نوشم. مایلش؟ نه گلرو، به او نزدیک شدن لازم نیست. پدر جان، یاسمن دختری خواهرتان میشود. چقدر با او نزدیک نشوم؟ یاسمن دختری فیض گفتن یک ابله است. خواهرم باشد که ها این دنیا را پدرو گفته است. اگر من این خلطه می داشتم خانمان را در بری خانهشان می ساختم. چرا با او رفت و آمد نمی کنید؟ فهریه سلامتیت خوب است؟ سلامتیم؟ حاضر اپای گلتر سلامتیم امروز مثل هر وقت خوب است. پگاه خوب بودنم را خدا می داند. اگر امروز که خوب باشم پگاه خدا خواهد انشالله خوب می شوم. خدا رحمتی مادرم میگفتن که در این دنیا هر کس از خودش نماند. رحمتی مادرمان کی ها باز دنیا را ترک کرده رفتند. خالای گلتن در این دنیا حاضره هر یک شخص باید با کمک یک شخص دیگر زندگی کند. توبه کردم توبه. راست میگوی فخریه، هر یک شخص باید با کمک شخص دیگر زندگی کند. تو را خفه کردن نمیخواهم جانم. گفته هایت معقولند فخریه، اما میدانی که عذاب وجدان از همه وزنین‌تر است. آفرین فهریه، آفرین. چی شد؟ من چی گفتم؟ فخریه، تو نمیدانی مگر پدرم نام تقویم را حتی شنیدن نمیخواهم. چرا؟ برای چی؟ من این رو دانستن میخواهم. همه چیز رو دانستنت شرط است فهریه. مایلش خالای گلتن، از این روز پس دیگر هیچ چیز رو نمیپرسم. میدونی یاسمن، این مجید خیلی از عائله ثروتمند بوده است. آنها با یکدیگرشان خیلی موافق هستند. تو یگان کاری دیگر نداری؟ نه ندارم خاله جان، من دختری خانه‌ام. ای خدا جان توبه. کنی بیشتر مادر جان مرا درست التماس مادر جان سردی راه کردی؟ نه من تو رو به هیچ کجا سر نمیدم. راه کرد گفتم مادر جان گفتم باید درست باشد بشکمی. اگر گناهی کردم درست برایت تو را زنده نخواهم مرد. مادر مادر جان شمسی زن زده ایستاده است. چی؟ شمسی جواب مادر جان اکنون چی کار میکنی؟ بین دل چی میخواد یاسمن؟ اینش چی است؟ پرنده است؟ پرنده نیست این. من کور نیستم که پرنده است. دختر من با تو دروغ میگویم. قسمت میگوید این رو قسمت. حالا تو یک کاری خوب رو انجام خواهی داد. البته به فکرم گشته به مکتب موسیقی برمیگردم. نه با شمسی هفته دیگر به سیر و گشت میبراید. قسمتت همین است. البته خدا میدوند حالا او در کجا با کی گشته است. گویا که من در حسرت او مرده باشم. باز چی شد؟ هیچ گپ نشده است اما دوست داشته ای من نیست، در اصل خوش کرده شما است. فراموش کردید. یاسمن تو مگر شمسی رو دوست نمیداری؟ دوست میدارم اما فخریه امروز به کارهای من کمک میرسونی؟ من باید درسم را تیار کنم. مایلش اما من در یک جا طاقت کردن نمیتوانم. طاقتم توق میشود. خودش چی گپ؟ چی شد؟ کیست با آوازی بلند داد میزند؟ بایده زود به خانه بیا. افا جان با من کمک کن. از برای سبب مرا از اینجا راه کن. نباشد مرا میکشد. شده نمیتوانم اصلی جان کلی در دستی مادرم است. من هیچ گناه نکردم. خدایا خودش چی گپ باشد؟ اما چی واقعه؟ نمیدانم از پس من بیاید. شمسی زنزده ایستاده است. به
فکرم به تلفنش جواب ندادی خواهیش یک باری دیگر زنگ زند رومانا با او فهمون که بازم های همسایه شب نشینی داره گوی که شب ناید مادر جو اگر شمسی خبردار شود بخیر است زهرا چی گپ شد؟ شرمنده خسته نباشی استاد جان. تشکر آقای فیض، خوش آمدید. انشاءالله پای قدمت خوب است. من هم نو به اینها جواب دادنی بودم. تو هیچ فکری با شدن را از سر دور نکردی استاد جمال. دیگر از این راه بازگشت نیست. تو مرا فهمیده نمیتوانی آقای فیض. آنهای مرا میفهمند و مثل من از بلندی به پایان رفتیدم. وقتی که از نزد آن مغازه و خانه هایی که فروختم میگذرم خود را به زود به دست میگیرم. چیزی که در دستم مانده است همین قهوه خانه. شکر کردن لازم است جمال. دارنده از نادار، نادار از دارنده هیچ فرقیت نداشته است آقای فیض. هیچ گپ نه آقای فیض، همش میگذرد. بیا جوابهای لتره را بینیم. شاید که برد میکنیم. چی گفتید آقای فیض؟ کمی بینیم؟ کریم پسرت رسیده و نرسیده در حال در مجله عکسش رو برآورده. آها دیدم. با فکرم این را پلیم تشکیل کرده است. پلین دختری پدرش است. کاری میخواسته اش را با انجام میرسد. میبینم که بسیار چیز میدونی درباره سلیم بازن. چی گفتم که؟ دختری پدرش گفتم. درباره این مجله چی گفتن میخوایی؟ با فکر من پلین مجید را با یک مجله خورد آرام نمیگذارد. حالا میبینی. روز بخیر. روز بخیر جونم. روز بخیر عمه کریم. روز بخیر پلین. ما هم نال درباره تو گپ زده ایستاده بودیم. خانومی جی این پسر شما تماما با شما مانند نیست. بله حتی با پدرش هم مانندی ندارد. و فکرم حالا هم خوب است. بله جانم او خوب است تنبل. من رفته او رو بدور میکنم. بلیم من که خوب کند شب دیر آمده بود. خوب نکند خانومی جی کارمون بسیار است. برای بازگشت مجید یک سورپریز کردنیم. سورپریز در همینجا برگزار میگردد. برای اجرای این کار از شما نپرسیدم. شما رد نمیکنید همین تر نه؟ کاری خوب میکنید دخترم. نه این گپی دیگر. کمی پیش روز گفته بودی پلیم حالا کارش رو تمام نکرده است. مادر جان من یکون کاری بد نکردم. ایستی چون نمونم من رو راه نگاه کن چی واقعیه؟ چرا در رو نمیکشوید؟ یاسومان اصلیه گناهی وزنین کرده است. چه خیلی فهمونم گناهی که نابخشیده نیست. زهرا تو چی دیوانه شده ای؟ من این کارو کردن مگر تو ماما دایر نبودی؟ بودم لیکن این کارها رو فراموش کردم. مجبور نکن که تو را التجا کنم. ما باید حقیقت را دانیم. من این دختر را به پیش کی میبرم؟ این خیر باشد به نزد یگان دختر بر او را. از برای خدا مرا به این کار همراه نمی شود. اگر یگان کس فهمد خدا نشان ندید. اگر روزنامه نگاران خبردار شود شرمنده ای دو عالم میشویم. تو از عهده این کار میبرانی. تو باید این کار را کنی. زهرا دخترت هر چیزی گوید راستش همان است. چیزی که گوید راستش همان است. میدونی چی میگوید؟ کاری کردنش را در تلفن یک به یک شنیدم. بعد شنیدم به من میگویی چی میگوید؟ شما مرا نادرست فهمیدید مادر جان. تو باشی به کدام گپش باور میکنی گلتی؟ گپی در تلفن گفتنش را باور میکنی گلتی؟ یا از ترس به من دیگر چیز گفتنش را؟ با امید دختر کلام میکنی اما او با خدا نشان ندید. تو رفته یک بار بین گلتی.
رفته بین گلتی، رفته بین که این راست است. پیلیم جان، آخران بار میگویم من یگون شب نشینی نمیخواهم. من میخواهم مجید، بیا رد نکن التماس. یک بار با گفتی من کار من کنی؟ نمیخواهم. چه خیلی شب نشینی خانم پیلیم؟ مجید التماس، وعده میدهم که به تو خوش میآید. نمیخواهم. تو هیچ کار نکن، همش رو من میکنم. من خودم همش رو حل میکنم. پیلیم، من میگویم کمی آرام گردم، تو باشه شب نشینی میگویی. التماس این کارت رو نکن، من از این خیلی شب نشینی ها بیزار شدم. تو تغییر یافته ای. با فکرم تو رو در امریکا یگان جادو کردن. شرکت تشکیل کننده چرابین ها زنگ زده شده است. الو، گوش میکنم؟ بله من زنگ زده بودم. همین آخر هفته شب نشینی تشکیل کردنیم در خانه کریم مرجیاغلو. بله من میدونم. آنقدر آدم نمی آید، تقریبا 50 نفر. بله پگاه آمده خانه رو دیده می توانید. تو بازدید آنها اصلیه رو چیکار میکنن فخریه؟ گناهی کردهش رو میبینم یسمان. اگر این چیز راست باشه نمیدونم با اصلیه چیکار میکنم.
وای وای کیرو میبینم من اینجا. چه خبر شمسی؟ خودت گفتن چه خبره؟ اما خوب است؟ یوسفان در خونه نیست. با خونه هم زنگ میزنم هیچ کس جواب نمیدهد. نمیدونی با کجا رفته باشه؟ من از کجا میدونم؟ البته به یک اونجا رفتن. کجا رفتی؟ گوش کن جواب. چرا تو با کار نرفتی؟ نپرس. او گپ زن. نپرس گفتم آخی. ای خدا. با استاد جمال دیگر کار کردن نمیتوانم. یک خطایی کردم مرا پیش کرد. ای بیا ما تو نیتی کار کردن هم نه. دارم شمسی. در کجایی که پولی خوب دیان همانجا کار کردن ارزنده هیچ است. گپ نیست. یک بار رفته از او عذر پرس. گویی که دیگر کاری کردت رو تکرار نمیکنی. شاید که تو رو گشته با خود قبول کنند. برادر به من باور میکند مگر؟ برادر اگر من میکردم با تو باور نمیکردم. من هم از خودم باوری ندارم. شمسی به من گوش کن. من میخوام که یک جای به نزد استاد جمال رویم. تو با او گپ زده میتوانی. با او میفهمانی که خیلی یک خطاگی کرده است. خوش میکنه دیگر این خطاگی رایش رو تکرار نکند. حتی ماه به عیب نمیشود. ها شمسی تو مکتب خونده ای. این کارها را از من دیده خوبتر میفهمی. کدی گپ زن گفتی؟ راست بوده است. بیا بابا چقدر دست روی بروشی کمی با خودایی رو رفتیم. بیا ببین بابا چقدر رفتیم تو چی کار کردی؟ آقای جمال این مرتبه او رو بخشید. بینید از کاری کردش پشیمون است. تو همین جا با او گپ زنان کردم. از این روز اعتبارا دیگر یک دقیقه با کار دیر نمیموند. سحر بر وقت به کار میبرد. هر روز 2 مرتبه او رو خبر میگیرم. او خودش گفت که سحر بر وقت آمده دکان رو سر وقت میکشاید. او گپ زن. این چندین مرتبه میشود که از کاری کردش پشیمون است. بیا استاد جمال از گناهی باید گذر با او یک امکانات دیگر ده. استاد دستتون مایلش نمیخواهم. تشکر استاد. در حق شمسی و آقای فیض دعا کن. اگر یک بار دیگر تکرار کنی نمیکنم استاد. به خدا قسم میخورم. انا دیگه قسم هم خورد. در این دنیا بغیر از خداوند بوز با چه میتواند قسم خورد؟ این را گیر. رفته دکان را خوب شده است استاد. زهرا خود رو به دستگیر به خود بیا. اصلی با کسی این کار رو کرده باشد با او گپ زنان میکند. دختر رو نیمه راه نمیگذارد. البته یگون علاجش رو مییابد. زهرا تو چرا جرأت کردی که این کار رو بکنی دختری بیاد؟ اصلی مادر جو دختر میخواه. من تو کار دار نشو بچه. کمی گپ زن این کار رو با تو کی کرد؟ بدون کدام ابله افتیدی نزاکت تو نمیدانی با کی میگشت؟ من نمیدونم مادر جو. با من تلفنش را بیده. تلفنی دستیش را بیده. خود دار
جزایی تو را میدهد. تو مگر از خدا نترسیدی؟ نترسیدی بگویم سرده مرا سرده. مادر جان آرام شوید. اصلیه مجید خوب هستی پسرم؟ روزی که از امریکا برگشتی تو رو هیچ شناخته نمی شود. مادر جون پدرم درباره کار به من یگان کلمه هم نگفتند. پسرم حالا از آمدنت یک هفته نشده است. با رفیقانت رفته وقتت رو خوش گذرون. کمی باد و هوای تازه گیر. هر یک کار وقت و ساعت دارد. در شرکتمون به کار شروع کردن میخواهم. فهمو مالش پسرم من با پدرت گپ زنون میکنم. در وظیفه تشکیلات چی؟ کلان که شدی به مثل پدرت خواهی شد. از تو میپرسم این کار رو کی کرد؟ اکا کی؟ امره شمسی شمسی جهان یوسمان چی رو کرد؟ شمسی امره رو میکشد. چی؟ تشکر دوستم جناب. ای وقت تمام شد دوام بودم میخونی؟ شما چیکار نمی‌کنی؟ شمسی بس کن. تو چیکار کردی صدایی؟ اگر خواهرم رو نکاح کرده بزنی نگیری تو رو زنده به زنده میگرانم فهمیدی؟ ابله زنده بکن. حیوان این به تو کم است. این توی شمسی در حقیقت این توی یوسمان اگر این کار رو من میکردم دوباره شرم میداشتم که برایت نگاه کنم. شمسی یوسمان بس کن با بالای سوخته نمکم نریز. چی کار میکنی؟ من رو هم میزنی؟
جاسومان دخترها در کجایند؟ حاضر می آیند. چه خیلی بوی خوراکی با مزه است پای حجر. بله برایتان خوراکی با لرزه تیار نمودم. دستتان درد رو نبینم. خوش شود. شوم بخیر. بازگشت مجید رو از امریکا قید میکنیم. بله من حاضر کار دارم. دیرتر گپ میزنیم. مایلش بگیم جان برای شب نشینی یگان لباس انتخاب کردی؟ حاضر خودم از همونجا آمدم. جانسو برایم یک لباس بهتری رو تیار نموده است. خیلی خوب. گل رو دخترم پگاه تو هم با پیلین به مغازه رو. برای چی روم؟ برای شب نشینی به خودت یک لباس انتخاب کن. من رفتن نمیخواهم. پدر جان از برای ثواب یگان گپ گوش کنید من با کار زنها دخالت نمیکنم. تو خوب باش با لباس های کوچگی به شب نشینی رو. خواهم میروم. با تو چی؟ انسان باید با تاب دل خودش لباس پوشد. ای دخترم نمیدونم تو با کی رفته ای؟ گل رو با همش موند. اگر لباس پوشی یاسمان رو میدیدید. خیرت که امروز با من زنگ نزد. حیف بر تو این چی کاری کرده بود؟ اکنون چی کار میکنی؟ اسماعیل تو هم یکان گپ زن؟ شمسی به من گفت که اگر با اصله خانه‌دار نشوم من رو میکشد. هیچ کس یکان کار کرده نمیتواند. فهمیدی؟ اول رفت رفتاری خواهری خودش را ساز کند. تو چی مرد نیستی؟ باید میگویی که این کار را من نکردم. فکر میکنید که این گپ ها را گفتن آسان است؟ امروز مرا در بین مردم خوب لطو کن. مامان گوش کن. حاضر باز دوباره از من شته میخوری. کمی هم باشد خودت را مرد گیر امره. بس کن. دختر رو چه گناهکار میکنی؟ عیب پسر خودمون. حالا هیچ چیز معلوم نیست. ها چی معلوم است؟ کنی گپ زن چی نگاه میکنی؟ تو از کجا میدونی که تنها با تو هم خوابه شده است؟ ما از کجا میدونیم که او با چند نفر دیگر هم خوابه شده است؟ کاری شدگی شد. کلت را کار فرمامو و دام او نفت. من به خانه‌ام دختری بی آداب را راه نمیدیم. نزاکت حالا هم زنگ نزدند. مادر جان آنها هم در فکر زدن. کمی وقت گذرد به خود بیایند البته زنگ میزنند. اگر وجدان داشته باشند زنگ میزنند. خوراک تیار است. مادر جان بیاید رفتی. شما خوردن میده. شمسی خوراک تیار است. شوربای دوست داشته تو رو پختم. نزاکت مرا به حالم گذار. این توی شمسی در حقیقت این توی. اگر این کار رو من میکردم دوباره شرم داشتم که برای نگاه کنم. شمسی
آقای محمد شام بخیر. امروز کمی مسئله عائلوی داشتیم، برای همین به شما خبر دادن نتوانستیم. شما خواطر نشوید، کورتا توپگاه تیار می شود. میلش شبی خوش. مادر چی خیلی توپگاه تیار میکنید؟ با این احوال چی خیلی میدوزید؟ نمیفهمم. مجبور هستیم، به او قول دادم که کورتا را تیار میکنیم. شام بخیر اکای شمسی. اگر به جای تو این کار رو من میکردم دوباره شرم می‌داشتم که برای نگاه کنم. شمسی اکای شمسی با کجا؟ در حقیقت توی شمسی. یاسومن کی اومد دخترم؟ هیچ کس نآمده است اما کی آمده است؟ شمسی آمده است. بگوید در به نزد یاسومن برای صحبت آمده است. در نزد ما با راحت گپ زدن نمیتواند. یاسومن با او درست معامله نکرده ایستاده است. من یک رفته بینم کنی. گلتن آخر خواتی را مکه. بیا به جاشین. مایش یاسومن، از تو همین رو میخواهم که باید من رو فهمی. کاری که امروز روی داد کاری با اصلیه کردهت رو یا امره رو زده میکشم گفتنت رو. من کدامی از این کارهایت رو فهمم شمسی؟ من برادری اصلیه میشوم. من برای ناموسی او بعد قصد اصلیه رو گرفتنت بعد چی کار میکردی شمسی؟ باید چه کار میکردم؟ رفته سری اصلیه رو سیله کرده، برای کاری کردش آفرینش میگفتم. با من گوش کن، من هم ابروی ناموسی اویلم رو دارم. ناموسی خواهرم رو از من میپرسند. نمیگذارم که نامی آنها داغدار شود. میفهمی؟ این خیلی باشد رفته به چشمانی اصلی نقص نگاه کن شمسی. شاید فهمی که نه تنها امره دلی او رو آزرده است. توبه، این چه خبرز بود؟ چه گپ شد یاسومن؟ هیچ گپ نی پدر. چی میگوید شمسی؟ در تمام محله شرمنده شدن بشورا. بله، همین خیلی از خدا نشان ندهد. خدا این کار را حتی به سری دشمنت نآرد. شما چی عمه جان؟ خاله زهرا، شمسی با اصلیه چی کار کردن مگر ندیدید؟ کم مونده بود که شمسی امره رو زده بکشد. امره رو از دست او بازیور خلاص کردند. فکر میکنی که برای برادرش برداشتن این کار آسان است؟ اگر انسان بر این با او گپ میزد نمیشد. فهمیدن مگر اونقدر دشوار است؟ اصلی از شرم زیاد در چه احوال است مگر ندیده؟ ما در کدام عصر زندگی میکنیم اما؟ یاسومن بس است. اویلش رو شرمنده نمود. اگر فکر عروسیش رو میکرد اون ناموسش رو داغدار نمیکرد. با ناموس داغ میآوردگی کسانی هستند که شبها به کوچه برآمده تن فروشی میکنند. اما یاسومن تو از حد نگذرون. به فکر من ناموس فقط به دخترانی بیراه گردی سری راه تعلق دارد، نه اینکه به دخترانی از این کار فریب خورده. یاسومن بس کن گفتم.
ناموس قلبت را به کارهای بد داغدار نکردن است. ناموس این آبروی کسی دوست داشته‌اش را نریزاندن است. قدر و قیمتش را پس نکردن است. این است ناموس. خوب میشد که دیگر در این باره گپ نزنیم. دست و پای پدرت میلرزد. الهو فشارش بلند نشود. یاسومان اکا اینجا بیا. یاسومان زود رفت رویش رو بیا. نفس کش نفس کش. حاضر دارویت رو میارم. تمام دارم. همش گذشت. حاضر دارویت رو میارم. شما خودتون رو در اویلا چقدر حس میکنید؟ من اویلم را به حد دوست میدارم. همه وقت او در برم میباشد. به قرارهای گرفته‌اش باوری دارم. فخر میکنم که چنین همسر دارم. میخواهم که همه وقت در برم باشد. برای من از کارم دیده اینجا ارجاگلو مهمتر است. شما چی گفتن میخواید خانم؟ با شوهرتون چطور زندگی میکنید؟ همدیگرمون رو خیلی حرمت میکنیم. تا حال خود رو در صف جفتای نوخانه‌داران میسازیم. این رو داره؟ برای صحبتی صمیمیتون تشکر زیاد به شما. هیچ گپ نه. به شما هم تشکر. تشکر برای آمدنتان. به شما برای کار. بیایید شما رو با قهوه ضیافت کنم. گوش میکنم جانم. کریم در کجای جانم؟ چند مرتبه زنگ زدم جواب ندادی. خاطر شد. روزنامه نگاران آمدن. اینجا بیکار مانده است. با این کارها سر و کار گرفته است. کمی پس در شرکت میشود. تو رو خیلی یاد کردم. ها کریم هدیه‌ات را گرفتم. تشکر زیاد. معقول شد؟ بسیار. آن با تو خیلی میزنید. خیر تا بازدید جانم. این طور کردن در کار. از این طرف بعضی چیزها رو موندن لازم است. خوش بچه خلاصه آمده جای به شما معقول شد همین طور. بله برای شب نشینی خیلی خوب. فقط همین که یگان کم بودی نمیخواهم دونستم. کاری از دستمان آمده رو میکنیم خانم پلین. مجید شناس شب آقای تیمور شب نشینی آماده میکند. همه خیلی خوب. خواطر نشوید آقای مجید. به یگان کمبودی انجام خواهد یافت. خواطر نمیشوم. پروا هم ندارم. مجید با کجا میروی؟ گوش میکنم مادر جان. خوب هستی دخترم؟ خوبم. از خالای زهرا یگون خبر هست؟ نه نیست. بیچاره دست و پایش بسته. خبری آنها رو انتظار است. دیگر چیکار؟ چه خبر رو انتظارند؟ خبر از طرف خانواده امره. اصلیه را به عروسی قبول کنند زهرا و شمسی آرام میشوند. وگرنه در بین این خلق شرمنده شدند. آخر اقلا نکاح میکردند اینها. دیگر از دستشان چی میآید؟ من دیگر کاردار نمیشوم. خوب میکنی. پدرم برآمدند اما برآمد. یاسومان چرا پنهان میداری یا اینکه از پدرت پنهان میکنی؟ کاری نادرست میکنی دخترم. بسیار نادرست. من درست یا نادرست بودنش را نمیدونم اما جان. در حقیقت نمیدونم.
سلام علیکم اسماعیل. و علیکم سلام آقای فیض. یاسومان احوالت خوب است؟ همش گذشت. خوبم، خواطر نشو. خیریت. از اصلی یگون خبر هست؟ نه. حالا در چی احوال است نمیدونم. با خدا یاسومان من خیلی ترسیدم میدونی؟ همین خیلی در خونه میشینیم ها؟ بیا به بیرون میرویم کمی سیر و گشت میکنیم. نمیدونم فخریه با کجا میرویم؟ با کجایی که خواهی به همونجا میرویم تا خسته شدنمون سیر و گشت میکنیم. مالش میشود میرویم. بله من چیزی که گفتم همون میشود. تو که در خونه میشینی؟ در بیرون حیات است حیات. اما اول از خاله گلتین اجازت گرفتن در کار. بیا رفته اجازت گیریم. مرا ترسونده دخترها. عذر میخوام اما جان. اما فخریه میگوید که کمی با بیرون برایم. نمیشود. اینش از کجا در پیدا شد؟ خونه زیق شدیم خاله جان. از دیروز باز همون حادثه گذشته رو فراموش کردن نمیتوانیم. اما جان کوشش میکنیم که بر وقت برگردیم. وعده میدهیم. به آن همان اگر خواهم دیر کردن نمیتوانم. فکر میکنم که از برادرم جهان با آسانی خلاص نمییابم. مایلش روید. اما زودتر روید تا برگشتنی پدر در خونه باشه. اوف پلین. باز چی شد؟ هیچی نه. زیباگیت رو نگاه دارم. خیلی زیبا شده ای. واهیمه نکن. آها شما حالا نرفته اید؟ خانم پلین حالا هم زیب و زینت دادنش رو تمام نکرده است مادر جان. وقتی که تمام کند می رویم. خدا را شکر ما با جامدان به بیرون رفتن نمی توانیم. کاش که جزو دانش یگان نمود داشته باشد. از شرکت مارکو گلرو جان. فرقش چی است؟ کدام شرکت است؟ پلیم دخترم تو برای انتخاب لباس به گلرو کمک کن مایلش جانم. شما خواطر نشوید مادر جان. این شب نشینی برایمون چقدر مهم است خودتون میدونید. هر کس با خواست دلی ما رفتار خواهد کرد. راست میگوید. شمسی به دستت چی شده است؟ هیچ چیز نشده است. کمی لط خورده است. خیلی سخت لط خورده است. چه خیلی بنوازی با این نکن؟ گفتم که خوبم. یه گوش کنید ندارم. شمسی این روز مشق کرده میتوانی؟ مسلم التماس تو مرا مجبور نکن. نه این روز مشق میکنه نه فردا. من همه گپم را گفتم اسماعیل. آن طرفش برادر به وجدان تو وابسته است. اگر گویی که نمیدانم و نمیشناسم اختیار است. کاری کرده پسرت برای تو هم داغ میآورد. دنیا همین خیلی است اسماعیل. یگان نفر بیگناه از این دنیا نمیگذرد.
مادر یک چیز پرسیدنی بودم یگو خبر هست؟ نه حالا نه تو خاطر نشو یک ذره وجدان داشته باشن البته زنگ میزند دختر را با این احوال نمیگذارند کو فهمو ای خدا کاش زنگ میزدند Mm-hmm.